خوش آمدید دوستان به ششمین بخش این برنامه که قرار استش که روش‌های بالا به پایین برای تنظیم و کمک کردن به بخش‌های مختلف مغز رو با هم به کار بگیریم. در قسمت قبلی ما درباره تکنیک‌های تغییر پایین به بالا در بخش‌های مختلف مغز صحبت کردیم. چجوری از آمیگدال شروع کنیم، بریم به سراغ هیپوکامپ، بعد بریم به سراغ اینسولا و همینجوری تا برسیم به بالاترین بخش که پریفرونتال هست. حالا میخوایم از بالا به پایین شروع بکنیم. هدف اصلی تقویت مهارت‌های شناختی از قشر پیشانی به سمت آمیگداله، یعنی اون پایین ترین بخش مغز که هیجانات ما رو یا بگیم بخش مرکز ترس رو داره مدیریت میکنه. فعالسازی مناطق منطقی مغز در این برنامه انجام میشه. ما میخوایم فعالتر بکنیم در واقع این قشر پیشانی رو برای مهار آمیگدال و بازنگری در افکار و معنا دادن به تجربه. قصه و روایتی که مغزمون داره میگه قصه وحشتناکی داره میگه. ما میخوایم این قصه رو عوض کنیم. ما میخوایم یک قصه واقع بینانه تری برای خودمون تعریف کنیم، چون این مغز داره قصه میگه واسه ما. کارش اینه برای اینکه مغز ما سراسر قصه گوه، همش قصه میگه. قصه های بسیار متعددی گفته، از ما رو گولم زده، گولمون نزده، گفته که اگر ازدواج کنی چه ازدواجی میشه، چه زندگی خوبی خواهی کرد، اگر مهاجرت کنی واو میشوی، یا اگر مهاجرت کنی بدبخت میشوی، اگر نمیدونم طلاق بگیری اینجوری میشوی، اگر طلاق بگیری آنجوری میشوی. قصه هایی برای ما گفته و وقتی ما اقدام کردیم انجام دیدیم نه اون خبرها هم نیست. این قصه گو ما میخوایم تو این بخش قصه های این قصه گو رو آزمون بکنیم و گولش رو نخوریم. یه قصه واقع گرایانه ای که به نفع ماست و کیفیت زندگیمون رو بالا میبره، اون قصه رو بتونیم برای مغز خودمون طراحی بکنیم. چه اتفاقی میفته در مغز ما در این بکارگیری فنون بالا به پایین؟ در مرحله اول، چون از بالا داریم شروع میکنیم، مرکز تفکر که قشر پیشانی هست رو فعالیتش رو بیشتر میکنیم، تمرکز بهتری داشته باشه و بتونه به طور متمرکز روی موضوعی بمونه، پرسه نزنه در کوچه های وقایع و رخدادها و خاطرات. بخش دوم فعالسازی مرکز خودتنظیمیه، یعنی اون قشر کمربندی که خدمتتون گفتم، اون بخش رو فعالیتش رو افزایش بدیم. مرکز درون نگری که احساسات درونی ما رو، تشنگی، گرسنگی، حالت ترس، حالت مورمور شدن، بیقراری، گرما، سرما، اینها رو بتونه خوب تشخیص بده در درون ما، اینجا تنظیم میشه. مرکز حافظه در واقع که در اینجا بسیار بسیار فعالیتش کم شده است و برای همین نمیتونه بفهمه یه چیزی که اتفاق افتاده الان، این آیا الان اتفاق افتاده یا این مال 6 ماه پیشه، این مال مثلا یه واقعی است در فلان جا اتفاق افتاده، ولی توی خواب، توی استراحت، توی مهمانی، توی گرد همایی 2 مرتبه این رو برای ما میاره، مثل این که همین الان داره اتفاق میفته. فعالیت این رو بیشتر میکنیم و مرکز ترس رو فعالیتش رو کمتر میکنه. ابزارمون چیه؟ ابزارمون تفکر، معنادهی یا روایت و قصه های جدیدتره و چالش کردن باورهای غیر منطقیه و از همه اینها مهمتر در چارچوب بازسازی شناختی ما این کارها رو انجام میدیم. پس ما از تکنیک های شناخت درمانی استفاده میکنیم، از جورنالینگ یا بازنویسی رویدادهای در واقع تروما یا اون حادثه بد صحبت خواهیم کرد، تمرین ذهن آگاهی، آموزش خودگویی های مثبت و از همه اینها مهمتر چگونگی استفاده از مهارت های تنظیم هیجانات که بسیار ساده است. اینها رو با هم دنبال میکنیم. بریم به سراغ آموزش مهارت های تنظیم هیجان و تحمل ناکامی. 4 تا مهارت بسیار مهم وجود داره که خیلی به ما کمک میکنه در شرایطی که برافروخته میشویم، در شرایطی که فلش بک ها برمیگرده، تصویر میاد، افکار میاد، حالت های بدنی میاد، خیلی به ما کمک میکنه. بهش میگیم دما، فعالیت بدنی، تنفس و
آرامسازی عضلانی 4 تاست. دما خیلی خیلی مهمه. ما در زمانی که تحت فشار هستیم و در واقع داریم تروما رو تجربهش میکنیم یا روان زخم داره در واقع درد رو به ما میرسونه، در اینجا دمای بدنمون خیلی خیلی بالاست. پس کاهش دادن دمای بدن میتونه کلاً کمک بکنه به ما. یک قطعه یخ اگر تو کف دستتون بگیرین، اگر دستتون رو بزنین روی جایی که سرده، مثل دیوار، مثل سنگ روی کابینت آشپزخونه، یا حتی اگر آب سرد رو کف دستتون بریزید، پشت گردنتون رو اگر خیس کنید یا یه دستمال سرد رو بذارید پشت گردنتون. اگر پنکه وقتی که داره میزنه یا کولر وقتی که برافروخته هستین، به جای اینکه بیقراری بکنید جلوی پنکه یا کولر قرار بگیرید که به صورتتون بزنه. فعالیت بدنی شدید مثل تناب زدن، از پله ها تند بالا و پایین رفتن، پوشاب کردن یا شنا کردن، هر نوع فعالیت تندی که ضربان قلبتونه ببره بالا میتونه حالتون رو بهتر بکنه. تنفس آهسته هم میتونه کمک کنه. آهسته نفس بگیرید، خیلی آهسته تنفستون رو بشمارید. تو قسمت قبلی هم این رو داشتیم. تنفس دروازه تمرکز و تمرکز دروازه ذهن ماست، بنابراین میتونه کمک کنه. و آرامسازی عضلانی، یعنی عضلات بدنتون رو از پنجه پا بکشین، محکم سفت کنید. تمام عضلات رو میتونید با هم یا یکی یکی. اول پنجه پا رو سفت کنید، بعد آرومش میکنید. بعد میایید بالا کشاله رون رو سفت کنید و بعد آرومش کنید. بعد بیایید پنجه دست رو مش کنید و بعد وقتی که نفس میگیرید اینو سفت کنید. وقتی نفس رو رها میکنید، یا میتونید همه بدنتون رو با هم یه نفس عمیق بگیرید و برای 1 دقیقه تمام نفس رو نگه میدید و در حین اینکه همه عضلات بدنتون رو صفر میکنید. به این صورت تا جای ممکن 1 دقیقه نفس رو حبس میکنید و همه عضلات بدن، پنجه پا رو میکشید، کشاله ران رو سفت میکنید، دستاتون رو مش میکنید، شونه هاتون رو و یا کتف و شونه ها رو میارید بالا، همه رو سفت، چهرهتون رو در هم میکنید، سفت. و وقتی که نفس رو رها میکنید 1 مرتبه تمام عضلات رو هم شل میکنید. آرامسازی عضلانی به ترتیب یکی یکی اینها رو اگر خواستید آرامشون کنید یا همه رو با هم. یک کار دیگه که خیلی کمک میکنه، شمارش معکوس از عدد مثلا 300 یا 500 هر عددی به صورت فرد با یه عدد فرد ازش کم میکنه. مثلا از 300 7 به شمار بیا پایین. 300 منهای 7 293 منهای 7 284 منهای 7. همینجوری با تو ذهنت محاسبه بکنی. اگر خیلی سخته 7 3 تا بیا. نمیخوام 5 تا بیای که خیلی راحت باشه بگی 300 295 290 285 280 275. البته که این کار رو هم میتونید بکنید، ولی اگر یه ذره عدد رو سخت‌تر کنید که این تو بخواید محاسبه بکنید کار رو قشنگ‌تر میکنه. ولی اگر کار براتون سخت بود، تمرکز خیلی خیلی سخت بود، 5 تا بیاین پایین از 300 میتونه بهتون خیلی خیلی کمک بکنه. آرامسازی بدن از طریق دوش گرفتن. اگر هوا گرم دوش آب سرد بگیرید، اگر هوا خنک دوش آب گرم بگیرید، خیلی خیلی کمک میکنه. راهپیمایی در شرایط و محیط آرام بخش با انسانهای امن، یا اگر کسی رو ندارید خودتون برید توی یک محیط آرام بخش برید. گوش دادن به یک موسیقی آرام بخش میتونه بهتون کمک بکنه و سطح گریز و ستیز بدنتون رو پایین بیاره. یکی دیگه از تکنیک‌های بسیار زیبای شناختی جمع‌آوری تجارب مثبته. یعنی در طی روز بگی امروز چند تا واقعی مثبت میخوام برای خودم رقم بزنم. به یه دوستی زنگ میزنم، برای خودم یه دمنوش دم میکنم، فلان جا میرم ملاقات میکنم، فلان موسیقی رو گوش میکنم، فلان فیلم کمدی رو نگاه میکنم. یک سری وقایع و رخدادهای مثبت برای خودتون جمع بکنید. ایجاد مهارت و برتری در یک چیزی، مثلا زبان یاد بگیرید. مثلا قرمه سبزی بلد نیستم خوب بپزم، بذار امروز یاد بگیرم چجوری. کتلت نمیتونم بپزم خیلی خوب، ببینم چه کار میتونم بکنم. میخوام که مثلا یاد بگیرم چطور فلان چیز رو تعمیر میکنم. یا حتی وارد شدن در مهارت‌های شناختی بسیار خاص. دوچرخه میخوام یاد بگیرم. یه فعالیتی رو سعی بکنید که روش برتری و مهارت پیدا کنید. خیلی خیلی کمک میکنه.
یکی دیگه از راههایی که از بالا به پایین تغییر میده ساختار مغز ما رو، عمل متقابل یا متضاد با هیجان کنونیه. اگر هیجان کنونی شما بسیار خشمگینانه است، یعنی خیلی خشم دارید، سعی کنید یک عمل مهربانانه بدون چشم داشت برای خودتون یا برای انسان دیگری انجام بدید. عمل متقابل یا متضاد با هیجان کنونی میتونه هر چیزی باشه که با احساس کنونی شما تضاد داره. پس ببینید الان چه احساسی دارم، نامگذاری کنید احساستون رو، جایگاه احساس رو در بدن خودتون قشنگ شناساییش بکنید، آنگاه بگید الان چه احساس دیگری، چه چیز دیگری متضاد احساس و تجربه کنونی منه. شرم رو داریم، احساس گناه داریم، اضطراب داریم، نگرانی داریم، خشم داریم. نقطه مقابل اینها رو پیدا کنید و سعی کنید فعالیتی انجام بدید که بتونه نقطه مقابل اون رو در درون شما به تجربه بیاره. بعد از تمرین یا به کارگیری مهارت‌های تنظیم هیجان و همچنین تحمل ناکامی یا پریشانی میرسیم به تمرین‌های بازسازی شناختی که لازمه افکار منفی خودمون رو به چالش بکشیم. در شرایطی که داریم در واقع PTSD رو تجربه میکنیم، یعنی استرس بعد از سانحه یا تروما یا روان زخم داره در درون ما تجربه میشه، افکار بسیار زیادی در ذهن ما رفت و آمد میکنه و اینها هم خودکارن، دست ما هم نیستن. بهتره که هنگامی که حالتون خوب نیست، یه احساس بد دارید، ترس دارید، اضطراب دارید، نگرانید، خشمگینید، پریشانید، از خودتون بپرسین که الان چه رخ دادی، چه رویدادی، چه صدایی، چه بویی، چه حرکتی، چه حرفی باعث این احساس در من شد، باعث اضطراب من شد. دوم، فکری که الان از ذهنم گذشت چی بود؟ ببینید فکر خیلی سریع میاد و میگذره، خیلی سریع میاد و میره. باید یه مقدار گوش بخوابونید. همین الان یه فکری از ذهن من آمد گذشت، یه قضاوتی، یه داوری، یک پیش داوری، یه چیزی بود، یه فکری بود، یه پیامی بود این وسط. چه فکری بود؟ و سوال بعدی این که این فکر چقدر درسته؟ این فکری که به ذهنم رسید تا چقدر واقعیت داره؟ بین 0 تا 10. یه فکری مثلا از ذهنمون میگذره که این زندگی به شو نیست، ما بدبخت شدیم، کنترل زندگیمون رو از دست دادیم، دیگه نمیتونم به آدم قبلی تبدیل بشوم. چقدر این فکر واقعیه؟ و سوال بعدی اینه که what is the evidence؟ شاهد من چیه؟ چه مدرکی بر این وجود دارد که این حالت برای ازل و ابد میماند؟ چه شاهدی دارم که این فکری که الان داره به من میگه دیگه کسی برای تو احترام قائل نیست، دیگه تو نمیتونی زندگی سابق خودتو داشته باشی، درسته؟ و سوال بعدی اینه که what is the alternative explanation؟ چه شاهدی برای مخالفت با این فکر دارم؟ چه شاهدی وجود داره، چه مدرکی وجود داره که این فکر آنقدرها هم درست نیست؟ و سوال بعدی اینه که برفرض که این فکر درست باشد، من همکنون برای بهبود زندگی خودم چه کار میتوانم بکنم؟ چطور من میتوانم الان هزینه های خودم رو به حد اقل برسانم؟ بعد از اینکه بازسازی کردید فکرتون رو، یعنی 3 تا سوال هستش دیگه. یه فکر از ذهنم گذشته، یه احساسی الان من دارم. خب سوال اول اینه که چه شاهدی برای درستی فکرم وجود داره؟ دوم اینکه چه شاهدی بر نادرستی این وجود داره یا چه فکر جایگزینی الان میتوانم من بهش فکر بکنم؟ و سوال سوم این که برفرض که تا فکر من درست باشد، بین 0 تا 100 70 تا درسته، الان برای جلوگیری از هزینه‌های خودم چه کار میتوانم انجام بدم؟ بعد از اینکه تمرین رو انجام دادید ببینید که حس خودتون، احساساتتون بعد از این بازسازی شناختی چقدر تغییر میکنه. اما بریم سراغ یکی از تکنیک‌های بسیار اثرگذار و مهم و بسیار ضروری و لازم در شرایط پرفشار، در شرایط جنگ و بحران، در شرایطی که زخم داریم. یه بچه‌ای، یه نوجوانی، یه بانویی اگر زخم برداشته باشه بدنش، چگونه شما باهاش رفتار میکنید؟ مهربانانه،
مشفقانه. مشفقانه یعنی دردش را میبینید، باهاش احساس همدردی دارید و برای کاهش دردش کاری میکنید، حرفی میزنید، اقدامی میکنید، دستی رو دراز میکنید. به این میگیم شفقت، به این میگیم مهربانی. حالا خودتون در شرایط جنگی نابرابر بسیار بسیار ناجوان مردانه قرار گرفتین، زندگیتون افتاده دست کسانی دیگری که درباره جنگ و صلح و حمله به کشور شما و به زندگی شما دارن تصمیم میگیرند. پس اینجا لازمه که خودتون با خودتون مهربان باشید، خیلی مهربان باشید. گفتگوی مهربانانه با خودتون یکی از تکنیک‌های بسیار برجسته بالا به پایین آمیگدال رو آرومش میکنه، کمربند رو، حالت این وضعیت کمربندی رو تنظیم میکنه، این سولا رو کاملا بهش کمک میکنه تا تنظیم بشه. بنابراین رابطه بین آمیگدال و هیپوکامپ رو، این رابطه رو آهسته تر و آرامترش میکنه، خیلی کمک میکنه و اون گفتگوی درونی مهربانانه با خودته. اگه دوست صمیمیم الان این تجربه‌ای که من کردم رو تجربه میکرد، بهش چی میگفتم؟ باهاش چگونه رفتار میکردم؟ بنابراین گفتن یک جمله مشفقانه به خودتون: یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. دست بزنید به شونه خودتون. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. با خودتون مهربان باشین، با خودتون گفتارهای مهربانانه بکنید. از همه مهمتر برای شفقت ورزی به خودتون این رو بگید: الان شرایط دشواری دارم، الان در رنجم، الان در دردم، الان پریشانم. 1. 2. لازمه که در این شرایط پریشانی همگانی، که پریشانی و درد و رنج همگانی است، همه هموطنان من به نوعی دارن رنج میبرن، حتی اونهایی که در خاک وطن نیستن هم دارن رنج وطن و اطرافیانشون رو میبرن. پس این رنج جنبه مشترک انسانی همه ماست. 3. در این زمانه رنج نیاز دارم و مسئولیت دارم در کنار خودم باشم و با خودم مهربان باشم، مهربانانه حرف بزنم، مهربانانه با خودم رفتار کنم، مهربانانه به خودم سرویس بدهم و مهربانانه خودم را با دیگران در ارتباط نگه بدارم، منزوی نکنم خودم رو. این خیلی کمک میکنه از بالا به پایین تا آمیگدال و هیپوکامپ و این سولا رو بتوانیم به نظم قبلی خودشون برگردونیم. همین الان یه جمله مهربانانه فکر کن که یکی از دوستانت دچار مشکلی، یه جمله مهربانانه به خودت بگو. به خودت بگو، قربون صدقه خودت برو، به خودت آرامش بده، به خودت دلگرمی بده تا بتونه شرایط الان رو بهتر بکنه. اینا مجموعه تکنیک‌های بالا به پایین بود. بریم ببینیم که چطور میتوانیم با تمرین اینها وضعیت مغزمون رو بهتر بکنیم و به مغزمون کمک بکنیم این زخم رو بتواند زودتر بهبودی ببخشه.